سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یه آموزش دیگه از مجموعه آموزش‌های افترافیک در خدمتتون هستم. امروز تصمیم دارم که بخشی از آموزش کامل رندرگیری رو بهتون یاد بدم. آموزش کاملش رو که جزئیات بسیار کاملی داره و تمام نکاتش رو درش آوردیم رو میتونید از توی سایت خریداری کنید. سابسکرایب هم دوستان عزیز یادتون نره. بریم سراغ آموزش امروز. خب همونجور که میبینید ما یک پروژه از قبل آماده کردیم و الان قصد داریم که از این پروژه خروجی بگیریم. در واقع در حالتی که کامپوز ما اون پروژه ما در حالت انتخاب هست، تب فایل برید، از قسمت اکسپورت اد تو رندر کیو رو انتخاب. همونطور که میبینید در واقع رندر شماره 4 پروژه‌ای هست که امروز ما میخوایم رندر بگیریم. خب دوستان عزیز، اگر که قصدتون این هست که به صورت ترانسپرنت از پروژهتون رندر بگیرید و در واقع بتونید این ویدیو رو روی ویدیوهای دیگه‌تون استفاده کنید، حتما بخش تاگل ترانسپرنسی گرید رو فعال کنید. آیکونش رو از اینجا میتونید انتخاب کنید. اولین کاری که باید انجام بدید این هست. خب برمیگردیم به رندر کیو. از قسمت اوتپوت ماژول قسمت لاسلس کلیک کنید. فرمت هایی که حالت ترانسپرنسی رو انتخاب میکنن رو باید آشنا باشید باشون. مثلا AVI حالت ترانسپرنسی رو ساپورت میکنه، اما این آموزشی که به صورت مختصر در خدمتتون هستم، شما پیشنهاد من اینه که فرمت کویک تایم رو انتخاب کنید. برای اینکه کانال آلفا یا همون ترانسپرنسی رو هم در واقع توی خروجی شما داشته باشید، از قسمت چنل هم حالت RGB به اضافه آلفا رو انتخاب کنید. خب میبینید که امکانات بسیار بیشتری داره. توضیحات خیلی کاملتری رو ما باید در واقع در مورد رندرگیری داشته باشیم، اما با توجه به اقتضای زمانی و هدف این آموزش که یک خروجی سریع گرفتن برای دوستانی که هیچ آشنایی با رندرگیری ندارن، ما سریع با گفتن نکات اصلی و کلیاتی که کار دوستان رو راه بندازه از این بخش هم عبور میکنیم. خب شما اوکی رو که کلیک کنید، تنظیمات حالت کویک تایم رو ما انجام دادیم. کانال آلفا رو هم بهش معرفی کردیم. از این قسمت هم تنظیمات اوتپوت رو که در واقع خروجی توی چه مسیری باشه میتونید انتخاب کنید و سیو رو بزنید. در واقع الان تنها کاری که نیاز انجام بدید تا این خروجی برای شما گرفته بشه این هست که شما روی رندر کلیک کنید. خب به همین سرعت، البته به بستگی به سیستم شما داره، میبینید که خروجی برای ما گرفته شد. اگر الان ما به مسیر در واقع پروژه بریم، میبینیم که خروجی گرفته شده. نکته بعدی اینه که الان اگر من همین در واقع خروجی رو که گرفتم و ادعا کردیم که حالت ترانسپرنسی رو ساپورت میکنه، با پلیر باز کنم، میبینید که بک مشکی داره. این ربطی به در واقع ترانسپرنسی نداره و دلیلش در واقع تنظیمات و امکانات خود پلیر هست. یعنی شما اینجا یک بک اما در واقع خروجی که به شما داده ترانسپرنسی رو داره و شما میتونید این ویدیو رو بدون بک مشکی روی پروژهاتون استفاده کنید. امیدوارم که از این آموزش کوتاه نهایت استفاده رو برده باشید. روز خوش، ایام بکام.